مهندس عزیز، یکی از مسائلی که ما توی دوره طراحی نیروگاه‌های خورشیدی بهش اشاره کردیم و کامل توضیح دادیم، بحث سایه دور و سایه نزدیکه، فار شیدینگ و نیر شیدینگ. فار شیدینگ معمولا در مورد سایه های که بر اثر عوارض دور مثل کوهی که نزدیک نیروگاه ما هست میتونه بر اثر تابش خورشید به صورت مایل سایه بندازه روی نیروگاه خورشیدی ما و نیروگاه خورشیدی ما دچار سایه اندازی دور کنه. ما باید در قبل از اینکه این نیروگاه رو میخوایم احداث کنیم این بحث رو با سازنده و سرمایه گذار پروژه